چی از حجم زیاد بلغم در بدن یا در اون عضو مشخص هست؟ از سر تا به پا اگر تون بشماریم، مثلا 3-4 تا بگید. یکی سردرد سرد، افسردگی. وقتی که بلغم در مغز افزایش پیدا کرد، افسردگی پدید میاد، در فراموشی پدید میاد، سنگینی پدید میاد، کم هوشی پدید میاد، خرفتی پدید میاد. این در سره. این بحث اصلا دیگه از اینجا بعد بحث روانیه. بله دیگه. در چشم کاهش بینایی پدید میاد، در غلاف اعصاب شنوایی کاهش شنوایی پدید میاد، در زبان سنگینی زبان و کندی حرکت زبان و اختلال تکلم پدید میاد، در حلق اختلال بلع پدید میاد، در عضلات چاقی بیش از حد پدید میاد، در گوارش اشتهای بیش از حد و ارسام که نفخ معده و اینها تا میره تا آروغ و استفراغ پدید میاد، در مفاصل درد مفاصل و ورم مفاصل پدید میاد، در استخوان سعدی پدید میاد. خب این ما میدونیم که اینها در نشأت گرفته از سردی بدن یا همون افزایش بلغم است. درسته. حالا آیا بدن به طور خودکار برون ریزی داره برای این بلغم یا نه باید از شیوه های دیگری استفاده؟ حکمت پروردگار این استش که برای بلغم بیشترین راه خروج رو فراهم کرده است. اون منافذی که در بدن خلق فرموده 5 میلیون منفذ در بدن هست برای دفع برخی دائم برخی گاهی که این یعنی برونریز طبیعی است. حالا این برونریز طبیعی رو باید به کار گرفت. کل بحث ما در تعریق اینه. بلغم لازم است. بلغم پس انداز خونه. بلغم عامل لطافت مغز است، عامل انعطاف، عامل همه‌سونگری. این فایده رو داره، نه اینکه وقتی میگیم بلغم همه رو زیان تعریف بکنیم. در واقع میگیم بلغم زیاد، بلغم زیاد یا بلغم که باید باشه. بلغم باید باشه. این که مادر مهر ورزش بیشتر از پدر است به خاطر اینکه بلغم بیشتری داره. این که انعطاف بیشتری داره به خاطر اینکه بلغم بیشتری داره. مثلا نصف شب بچه گریه میکنه، مادر بغلش میکنه، بوسش میکنه، شیر بهش میده، پدر میگه خفش کن. خب اون صفرای بیشتری داره، صدا رو تحمل نمیکنه، اون بلغم بیشتری داره، انعطاف داره. ببینید این سودها رو داره که حالا به سود بلغم هم بعدها خواهیم پرداخت. از بلغم بدگویی کردیم، همه میترسن وقتی که اسم بلغم میاد. ولی الان صحبت بلغم زائده. بلغم زائد بایستی از بدن خارج بشه تا بدن در حال تعادل قرار بگیره. در حال تعادل که شد سالمه. حالا یکی از راههایی که طبیعت طراحی کرده، طراحی فصول مختلف. فصول گرم برای دفع بلغم زائد است که در واقع تعریق میشه. یه این که تاکید میکنیم میگیم از گرما استفاده کنیم برای همین است. گرما رو حبس نکنیم. این شیخ رئیس والسینا میفرماید هرگاه فصول سال در گرما و سرما مساوی باشن اون سال رو نحس‌ترین سال تعریف کن. چون بیماری ها بیشترین بیماری ها در این سال هایی که تعادل سرما و گرما یکی است پدید میاد و ما الان به شکل مصنوعی فصول سال رو مساوی میکنیم. سرما و گرما رو تنظیمش میکنیم. در زمستان هوا رو گرم میکنیم، نمیذاریم سرما تحمل کنیم، در تابستان هوا سرد میکنیم. به ترازی برسونیم بین 22 تا 24. تقریبا داریم در یک شرایط مساوی بشه گفت کل سال زندگی حالا میکنیم. چه تو اتومبیل، چه توی خونه، در همه شرایط. ببینید این بدن پخته نمیشه، بدن تعادل نمیگیره. این که علت توسعه بیماری زیاد علیرغم بهداشتی که تعریف شده، شرایط زیستی که تغییر کرده در 100 سال گذشته، به خاطر این است که این بدن سازگار با طبیعت نیست، ضد طبیعت عمل میکنه. یکی از راههای طبیعت این است که گرماست و گرما موجب تعریق طبیعی است. خب این خیلی اهمیت داره. دیگر راه که من این رو خیلی تأکید میکنم که اجرا بشه و راه اساسی هم هست، پیاده‌روی است. پیاده‌روی بهترین راه تعدیل بلغم است، چون هم بلغم طبیعی رو تبدیل به دم میکنه، هم بلغم زائد رو دفع میکنه.
این دیگه سرما و گرما نداره در هر فصلی، در هر فصلی، در هر شرایطی. اگر ما این رو رسم کنیم، سازگار کنیم، هم ابزار ترافیک مقدار کاهش پیدا میکنه، مردم سالمتر میشن، با نشاط‌تر میشن، ببینید، و نشاط پیدا میکنن. وقتی که بلغم تبدیل به دم میشه، چهره سفید گلگون میشه. درست دیدید رو؟ لپا گل میندازه. لپا گل انداخت یعنی چی؟ یعنی بلغم تبدیل به دم شد. وقت تبدیل به دم شد، حالا میگن که پیاده‌روی ابزار ضد افسردگی است. بله، چون دم ایجاد شده، دم شادابی میاره. ببینید صبح که میخوام بریم، میگه بیا بریم کو، میگه حالا نه، به زور بیدارش میکنیم، از زیر لاف درش میاد. وقتی میره برمیگرده میگه هر روز بیا سراغم، منو ببر کو. چه نشاط خوبی داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ بلغم زاید دفع شد تو این پیاده‌روی و بلغم طبیعی تبدیل به دم شد، نشاط پیدا کرد، تا شب حالا خوب کار میکنه. این بلغم زایدی که میفرمایید تا پیاده‌روی دفع میشه، خب ما میگیم تعریقی راهشه، ولی در واقع راه خروج دیگری داره این؟ بله، ضد بلغم خورها. از نمک قبل و بعد از غذا اگر استفاده کنیم، اگر غذا رو با عسل شروع کنیم، اگر غذای گرم بیشتر بخوریم، این هست. دو تا راه دفع بلغم رو میگه، المشی و المشی. مشی راه رفتن است، مشی مسهل خوردن است، مسهلات بلغم خوردن، ضد بلغم خوردن هاست. مثلا بعد اینکه شما یه زمانی الان یه نکات رو میفهمید، من دارم ربطش میدم به آنچه که قبلا از شما شنیده بودم. مثلا یه وقتی به بعضی ها استشمام رایحه گرم رو توصیه میکنید بابت همین هست. بله، ما اینجا میخواهیم موضعی، فوری، بدون مقدمات هضم سر رو گرم کنیم. میخوایم سر رو گرم کنیم. اگر سر پیاده روی کرده بود، خون موجود در سرش خون گرمی بود، نیاز به استشمام نداشت. اگر پیاده روی بکنه، چهرهش گلگون شد، پس خون مغزش هم زیاد شده دیگه، مغز گرم شده، شادابه، نیاز نداره که ما عطرش بدیم، سرشو گرم کنیم، با هوشش کنیم. ولی وقتی که این کار نشده، موضعی میخوایم گرمش. موضعی میگیم که دو چیز، یکی دود، یکی عطر. عطر ارسام که غذای بی ضرر است، دود غذای با ضرر است. دود هم سر رو گرم میکنه. خب نه، یه دخانیجات نباشه و عود باشه. نه، خود دخانیجات هم گرم میکنه. اونم گرم میکنه. دخانیجات گرم میکنه، تو زیان هم داره. چرا خیلی‌ها که میدونن ضرر داره سیگار میکشن؟ چون سرشون رو گرم میکنه، اونا نیاز به گرمی دارن. یه حس خوشایندی براشون ایجاد میکنه که اون ضررهای بسیار فراوان سیگار رو این حس خوشایند گرمی است که در اثر دود پیدا. ما میگیم خب به جای دود از عطر استفاده کن، عطر گرمی رو میده، زیان نداره. در واقع همون عود هم به نوعی عطر میشه. بله دیگه. هم دود، هم دودهای بیزیان هم داریم، مثل دود اسفند. مثل دود اسفند، مثل دود برگ زیتون. اینها دودهای بیزیان هستند که بعد زدایندگی هم دارن، اخلاط زائد رو از بدن از سر خارج میکنن. اینها رو مثلا مال برگ زیتون رو امکان تدخین هم دارن یا نه؟ بله دارن. بوالسنا پیشنهاد میکنه برای دفع اخلاط زائد از ریه، از دود برگ زیتون استفاده کنید. اخلاط زائد دفع میکنه، نرم میکنه و دفع میکنه. علتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر این تاکید رو برای مصرف عطر دارن، به خاطر اینکه گرمای فوری به مغز میده. کسانی که کار فکری زیادی دارن، اهل مطالعه، تدریس، تحقیق هستن، همیشه بایستی از عطر بیشتر استفاده کنید. کسانی به خصوص شماها که برنامه زنده اجرا میکنید، بایستی اون تایم خیلی فوری باشید، لحظه شماری، کلمه شماری، همیشه باید عطر استفاده کنید که چیز باشه، یه وقتی احساس می‌کنم ذهنتون به روز باشه، به لحظه باشه. یه وقتی احساس می‌کنم مثلا برای کسانی که مثلا ما کار فکری زیادی میکنن، وقتی رسیدن قند به بدن شاید مثلا خوبه، یعنی حداقل به من حس بله من این لیوانه که اینجاست، من همیشه تاکید می‌کردم که این آب لیمو توش نباشه، آب پرتقال توش نباشه، شربت شیرین توش باشه. سردیه دیگه اون. بله، سردی مغزو سرد میکنه. ولی اگه نوشیدنی شیرین توش باشه، بله، غذا میرسونه. یا مثلا استفاده از گرمی های دیگر که حالا شیرینی ها معمولا گرمی هستند. بله، شیرینی ها همشون گرمه، مثل شیرینی ها و تلخی ها و تندی ها و شوری ها همه، و چربی ها همه گرمه. یه تلخی هست که سرده، اونم کافوره که معمولا مورد مصرف قرار نمیگیره.
که استفاده نمیشه، ولی مثلا خرما استفادهش میکنم، خیلی کمک میکنه. و خیلی از خوراکی‌هایی که همین الان نگاه بکنیم دیگه، یه ذره مثلا ممکنه با خوردن قدری، همون خرما که مثال زدم، خوراکیه که با مصرف اندکش یهویی ناگهان احساس بهترین گرمیه، هم گرمیش بیش از حد نیست، خشکی نداره، هم صبرآفرینه، این خیلی اهمیت داره، هم غذا هم موافق تمام سنینه، هم بر اطفال میشه داد، هم میان سالان، زنان، کهنسالان، این خیلی اهمیت داره. و یکی از استثنایی ترین ویژگی که داره، خرما پرخوری نداره، هر بیشتر خوردی بهتر. جدی؟ رسول اکرم میفهم من وقتی خرما میخورم آب میخورم که بتونم خرما بیشتری بخورم. خب نه، بعد برون ریزی نداره بعد یه وقتی مثلا با آب تعدیل میشه. آها، یعنی کسی خرما بیش از اندازه هم میل کرد با آب تعدیل میشه. ولی مثلا گرم و خشکی ها مثل زردچوبه و زیر و اینها عوارض میدن، خشکی میدن، خارش تن میدن، جوش برون ریزی میدن. خرما قند خون رو افزایش نمیده این شکلی؟ قند خون خرماهای ترش و شیرین نه. خرماهای گسمزه هستن که بله. نه، هم شیرینه، هم تهشون یه حالت گسی و تلخی هم رنگ روشن هم میشن. خاصویی ها نه، ولی خاصویی هم چرا تا حدودی خاصوییاتش خیلی بیشتر شیرین. به هر حال با آب تعدیل میشه. و کسی که خرما زیادی میخوره کار بیشتری بکنه، پیاده‌روی بیشتری بکنه، میتونه بلغم زیاد شب دفع بکنه. یه شوینده کامل خوب و قدرتمند هست. بسیار عالی. ما در اینجا منظورمون از مندفعات قوی دفع بلغم است که یکیش از طریق تعریق در فصول، یکیش در پیاده‌روی، یکیش از طریق خوردن گرمی ها که موجب درسان که گرم کردن معده میشه. گرم کردن معده موجب کاهش تولید سطح بلغم میشه و بلغم های منتشر رو هم جذب معده میکنه، از طریق معده روده دفع میکنه. درود باشه. ما بیشترین تاکید داریم جامعه‌ای که بخواد فعال باشه از طریق پیاده‌روی و کار و دویدن بلغم زایدش رو دفع کنه، به طور مساوی از سراسر بدن این بلغم زاید دفع میشه و قدرت و قوت پدید میاد. وگرنه در سنین بالای 40 سالگی ورم زانوها رو ببینید، درد ساق‌ها دارید، پادردها که تقریبا در زنان، در همه زنان بالای 40 سال پادرد وجود داره. ورم زانو میگه آب زیادی بکشه، این آب زیادی چیه که میخواد بکشه؟ این بلغمه. در واقع آنچه که در سالهای اخیر در سنین پایین‌تر آدم ها مبتلا به سری از دردها میشن، به سری از مریضی ها، مال همین کم تحرک شدن جامعه به خاطر ماشینی شدن شرایط زندگی و بر اساس طب سنتی به دلیل افزایش بلغم در سطح بدن و در نقاط مختلف هستش که پیشنهاد این هستش که حداقل روزی ساعتی رو، دقایقی رو به پیاده‌روی اختصاص بدید. ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. این بحث رو ان شاءالله هفته آینده به شرط بقا ادامه خواهیم داد.